برای اتصال کیف پول به پیکسلورس ما نیاز به تراست والت داریم. تراست والت رو توی ویدیوی قبلا آموزش دادم، اون لینک رو براتون میذارم. اینجا صفحه به خاطر امنیتش سیاه میشه، در واقع من اینجا با رمزم وارد کنم و به همون دلیل شما تصویر نمیبینید، بعدش تصویر دوباره میاد. خب ما الان باید تراست والت رو در واقع یه والت براش بسازیم که اختصاصی برای خود پیکسلورس داشته باشیم. خب خیلی بهتره، فردا مشکلی هم پیش نمیاد. همونطوری که دارید میبینید اینجا خب ما میتونیم چند تا والت داشته باشیم، در واقع مولتی والت هستش. اون علاوه بالا رو اگر کلیک بکنیم خب به ما اجازه میده که یه والت دیگه مثلا اینجا ایجاد کنیم. حالا من 2 تا والت قبلا داشتم و میتونیم والت دیگه ای هم اینجا بسازیم. خب قسمت بالا میتونیم والت جدید بسازیم، از قسمت پایین اگر والتی قبلا داشته باشیم رو میتونیم بازیابی کنیم که حالا ما میخوایم که یک کیف جدید بسازیم، اولی انتخاب میکنیم. از این گزینه هم خب همون گزینه اولیش رو انتخاب میکنیم، در واقع اون کد 24 تایی یا 12 تایی به ما بده. خب کریت رو انتخاب میکنیم و میریم که کیف پول رو بسازیم. همونطور که دارید میبینید ما اینجا قسمت بکاپ به صورت دستی رو داریم، همون گزینه اول، و ازش استفاده میکنیم. حتما یادتون باشه که این 24 کلمه رو حتما باید یادداشت کنید، روی کاغذ بنویسید، اسکرین شات و اینا به درد نمیخوره و اصلا نباید کسی ببینه، مثل رمز دوم کارتتونه. خب اینجا میاد همین اطلاعات رو میگه که به کسی نفرستید از این داستان ها و این ستیکش رو باید بزنید، کانتینیو رو بزنید و اون موقع خب این کلمات رو نشون میده که حالا من نشونش نمیدم، من اسکیپش رو میکنم، فقط حالا دارم بهتون میگم که چیکار کنی. خب کانتینیو رو که بزنی اینجا بهتون نشون میده. حالا من برمیگردم و اسکیپ رو میزنم، حالا بعدا انجامش میدم. خب میبینید که کیف پول ما ساخته شد. خب ضرب بالاش رو میزنیم. خب حالا اگه بخوایم که اسمش رو عوض کنیم، از این قسمت میتونیم بریم انتخاب کنیم، اینجا میتونیم اسمش رو عوض کنیم. اگر هم بکاپ نکرده باشیم از اون پایینی که دارید میبینید دوباره میتونیم بکاپ نو رو بزنیم و بریم کلمات بازیابی رو یادداشت کنیم. خب من اسمش رو میذارم همون پیکسلورس. خب اون تیک بالا رو حالا میزنم که تایید بشه، میبینید که اسمش عوض شد. خب حالا والت رو داریم میبینیم و ارزها رو داریم میبینیم که به ما نمایش میده و الان کاری که باید بکنیم اینه که بریم پیکسلورس و از اونجا کانکت والت رو بزنیم و متصلش کنیم به تراست والت. خب بریم پس بازش کنیم. خب من رباتش رو ران میکنم. خب من کلیمش رو بزنم. ببینید اون بالا که الان بهتون نشون میدم، ببینید این والتی که اینجا هست جاییه که کانکت والته. ما روش کلیک میکنیم، میبینید که اگه پایین نگاه کنید اون پایین نوشته تراست والت. خب ما از اینجا میتونیم به تراست والت متصلش کنیم. خب میایم اینو انتخاب میکنیم، میگه که تراست والت داری یا میخوای بسازیم. ما میگیم که ما داریم، پس رو همین گزینه اول کلیک میکنیم. خب حالا اینو که کلیک بکنید اینجا اگه دقت کنید ببینید بالا نوشته که شما باید یه دونه آدرس تتر USDT و ERC20 رو یعنی بلاکچین اتریومش رو بهش وصل کنی. خب پس ما باید از توی تراست والت بریم این آدرس رو براش پیدا کنیم و بیاریم متصل کنیم، یعنی این پایین بنویسیم و تاییدش کنیم. خب حالا باید بریم توی تراست والت و این آدرس رو بگیریم، کپی کنیم، بیاریم اینجا وارد کنیم و تاییدش کنیم. خب تراست والت رو باز میکنم، دوباره اینجا ازم رمز خواست و به همین دلیل سیاه شد. خب حالا اون قسمت سرچ بالا میام تتر رو سرچ میکنم. خب تتر رو که بیام سرچ کنم برام نمایشش میده. خب همونطور که داریم میبینیم اون قسمت پایین نوشته تتر، جلوش هم نوشته اتریوم. خب اینو انتخاب میکنیم که بالای صفحه اگه نگاه کنیم ببینید که کنارش نوشته ERC20 و اتریوم. خب و اینو که انتخاب کردیم حالا از قسمت رسیو، اون قسمت پایین فلش رو به پایین، میتونیم آدرسش رو دریافت کنیم، یعنی آدرس کیف پولمون رو از اینجا میایم کپی میکنیم. خب
از این قسمت که پایین نوشته کپی، من اینو میام کپیش میکنم. میبینی که آدرس کیف پولمون رو نشون میده. اون بالا هم ERC20 نوشته. خب پس من میام اینجا روی کپی کلیک میکنم. خب حالا کپی شد. آدرسی کپی شد باید بریم توی پیکسل ورس و واردش کنیم. ببینید دقت کنید که با صفر x شروع میشه برای اتریوم. خب ما میایم تراست والت رو انتخاب میکنیم. اینجا حالا آدرسی که کپی کردیم که ERC20 هست تتره، اینجا میایم واردش میکنیم و تاییدش میکنیم. خب حالا وارد شد. خب این گزینه‌ای که پایین نوشته made it رو میزنم تا تایید بشه. خب حالا والت ما بهش کانکت شد. خب یه چک هم میکنید و دارید میبینید که آدرسش یکی هست، یعنی اول آخرش رو که دارید میبینید که آدرسی متصل کردید همینه. خب من این گزینه پایین رو هم کلیک میکنم. خب حالا والت ما متصل شد. اگر از اون قسمت بالا نگاه کنید ببینید که تک تراست والت خورده و به این شکل ما کیف پول رو بهش متصل کردیم. خب امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون.